بازیگرای زن ترکیه جز خوش‌چهره‌ترین بازیگرای دنیا هستن و همیشه توی رنکینگ جز چندتای اول هستن. اما راز و رمز زیباییشون چیه؟ توی این ویدیو میخوایم تکنیکای بازیگرای زن ترکیه رو برای زیبایی بهتون یاد بدیم. اگه میخواید این ویدیو جالب دیدنی رو ببینید، همین حالا و بدون معطلی روی دکمه عضویت بزنید و از دیدن این ویدیو لذت ببرید. با وجود اینکه ترکیه یکی از قطب‌های تولید لوازم آرایشیه، اما بازیگرای ترک همیشه به دنبال راه‌های طبیعی برای زیبایی هستند. اینجا همه این تکنیک‌ها رو لو میدیم. شماره 1. استفاده از صابون سیاه. صابون سیاه که در همه جای دنیا در دسترسه، یه جور صابونه که از خاکستر گیاها درست میشه. بازیگران ترک برای باز شدن منافذ پوستشون برای تعریق بهتر از این صابون استفاده میکنن. این صابون علاوه بر باز کردن منافذ، پوست مرده رو از صورت جدا میکنه و باعث تشکیل پوست جدید میشه. وقتی از راز زیبایی توبا بویک پرسیدن، گفت که تنبل‌تر از اونه که زیاد از حد به خودش برسه. فقط از صابون طبیعی استفاده میکنه و زیاد آرایش نمیکنه. شماره 2. رفع خستگی پوست با هندوانه. پوستم مثل همه اعضای دیگه خسته میشه، اما بازیگرای ترک خستگیش رو با ماسکای مختلف میگیرن. یکی از بهترین ماسک‌ها گذاشتن آب هندوانه روی صورت به مدت 15 دقیقه است. شماره 3. گلاب برای جوانی پوست. باورش سخته که بازیگرای ترک برای زیبایی پوستشون از گلاب ناب ایرانی استفاده میکنن. گلاب باعث میشه جوشهای صورت فروکش کنن. گلاب علاوه بر اینکه نرم کننده است، یه تونر کامل برای پوسته. بازیگرای ترک قبل از آرایش به پوست خودشون گلاب میزنن و مدتی اون رو استراحت میدن. شماره 4. روغن فندق. روغن فندق توی کشور ترکیه ساخته میشه. روغن فندق هم پوست رو مرطوب میکنه و هم رنگ پوست رو زنده و شاداب میکنه. شاید به جرئت بشه گفت کمتر کسی توی ترکیه از این روغن استفاده نکرده. شماره 5. ماسک عسل. ماسک عسل غنی‌ترین ماسک ممکنه. حاوی اسید آمینه، ویتامین‌ها و نمک‌های معدنی مورد نیاز پوسته. تقریباً تمام بازیگرا از این ماسک استفاده می‌کنن. این ماسک در واقع غذای پوسته و اضافه کردن کمی آب لیمو به این ماسک باعث شفاف و روشن شدن پوست میشه. شماره 6. روغن بادام. روغن بادام تاثیر عجیب و غریبی توی بلند شدن موژه ها داره. بازیگرای ترک موژه هاشون رو با روغن بادام ماساژ میدن. شماره 7. خاک رس. خاک رس با آب یا گلاب مخلوط میشه و یه خمیر معجزه‌آسا درست میکنه. این ماسک باعث گردش خون در پوست میشه و از فواید گردش خون در پوست همین بس که اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز پوست رو بهش میرسونه. شماره 8. روغن زیتون برای موها. روغن زیتون برای همه چی خوبه، اما هنرپیشه‌های ترک موهاشون رو با روغن زیتون ماساژ میدن و به یه حوله میبندن و کل شب رو اجازه میدن که روغن روی موهاشون بمونه. روز بعد هم با آب گرم میشورنش. شماره 9. سرمه. سرمه جز لاینفک زیباییه. سرمه کشیدن که در جاهای مختلف دنیا مرسومه، از مصر باستان بلند شده و تا حالا بین بازیگرای ترک رواج پیدا کرده. سرمه باعث روشنی چشم میشه و چشم رو درشتر میکنه. شماره 10. لیمو. لیمو همه کار است. فقط کافیه لیمو رو 2 نیم کنیم و به صورت بذاریم تا هر چی که ویتامین C نیاز داریم به پوستمون برسونیم. حتی چندین برابر گرونترین کرم‌های ویتامینه. خیلی از هنرپیشه‌های ترک حتی شده برای هفته 1 بار این کار رو انجام میدن.
دوستای عزیز، اگه از دیدن این ویدیو لذت بردید حتما ما رو لایک کنید. به نظرتون کدوم بازیگر بیشتر به پوست خودش رسیده؟